ایا برادر و خواهر گرامی، آیا می‌خواهی مشکلاتت آسان گردد؟ آیا می‌خواهی کارهایت برار گیرد؟ آیا می‌خواهی از هر سختی به آسانی بیرون شوی؟ آیا می‌خواهی رزقت زیاد شود؟ می‌دانم نه تنها تو، بلکه خود من و هر یک انسان زنده در روی زمین این تمنا را دارد. همه این تمنا را دارند، ولی نه هر کس راه رسیدن به آن را یافته است. آیا میدانی راه رسیدن به این خوبی ها در چه است؟ بیا با هم دم به قرآن گوش دهیم که در این مورد چه گفته است. خداوند در این کتابی که حل همه مشکلات ما را پیشکش نموده است، قانون برار و کشایش را بیان نموده فرموده است: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هر که تقوای خداوند را پیشه کند، خداوند برای او از هر مشکلی آسانی فراهم می سازد و او را از جایی که گمان نمی کند روزی می رساند. بله، راه حل مشکلات اینجاست. راه درآمد بیشتر و پربرکت در این بازار است. راه تقوا و پرهیزگاری. برادر عزیز، خواهر ارجمند، سوی این بازار شتاب تا سعادتمند گردی. سوی این بازار شتاب تا دولتمند گردی. راه تقوا را پیشه کن تا سعادت هر دو عالم به دست آری. راه تقوا این دوای درد هاست، این مشکل کشای کار هاست. این وعده خداوند است و او تعالی وعدهش را هرگز خلاف نمی کند.